با سلام خدمت شما دوستان عزیزم. این دفعه اومدیم با کشت تریاک. همونجور که میبینید اینا رو قبلا کشتم، یه هفته میشه. 2 برگی هن. اون یکی وسطی از همه بزرگتره. من اینا رو یه هفته پیش کشت کردم. بعد از کاشتشون رفتم مسافرت و دیگه فقط گفتم 1-2 بار آبشون دادن تا اینجا رسیدن. این سنگای کوچیکم که اینجا هست تا حداقل امکان نباشه بهتره بیرون کنید. من عجله اینو یکی تیکه رو کشت کردم که ببینم چجوری در میاد و یادم رفت که موقع پاشش و شخم زدن زمین فیلم بگیرم. بچه هم با پا رفتن. اینجا مگه ببینید این قسمت هم یه تعدادی رشد کردن که باید اینا رو با آب دادن مثلا یه روز در میون، امروز آب میدیم، فردا آب نمیدیم، پس فردا دوباره آب میدیم. تا یکم بزرگتر شدن آبشو کمتر میکنیم، مثلا 2-3 روزی یه بار آب میدیم. حالا همونجور که دقت کنید این یکی هم خیلی قشنگ سر زده. اینا فعلا 2 برگیه، تا یه چند روزی بگذره به امید خدا 4 برگی میشن. اینجا روی لبه کارم که گرفتیم اینجا هم نگاه تعداد زیادی در اومده، خیلی خوشگل. اینا رو آب گرفته، همه رو آورده یه جا جمع کرده. با جمع کردن دونه ها به یه گوشه. بعد کودم راستی کود سفید سولفات بعد از کاشتشون روشون پاشش انجام دادم و حدوداً باید 2 برابر خودشون روشون خاک بریزیم.